سلام و درود بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک امروز ما اینجا میخواهیم برایتان باز یک گنجی دیگری را معرفی کنیم، گنجی نو، گنجی تازه با نام تاجیکستانی دیروز و امروز. و خوشایند است که این گنج همراه گنجور خود، یعنی همراه مرتب و محرر و مؤلف سرسخن این کتابی که مثل نانی نوستنی ارکنده است همراهش آمده است. مؤلف و یعنی گنجور این گنج استاد محمد جعفری رنجبر هستند. استاد عزیز به استودیوی روزنامه جمهوریت خوش آمدید. و باید یادآور شوم که این درگاه به استاد محمد جعفری رنجبر بیگانه نیست. ایشان یکی از مؤلفان فعال روزنامه و همزمان یکی از غالبان آزمونی ما بودند چند پیش. و باید یادآور شوم که این کتاب که هنوز معرفی نشده است و بار اول توسط یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت معرفی می شود، خیلی مسائل زیاد، عکس ها، مقاله ها و چند ویژگی مخصوص دارد، چند مهمیت مخصوص دارد که حالا ما می خواهیم که خود استاد درباره کتاب صحبت کرده باشند. این ارمغان شما به 30 سالگی استقلال اصلا چه ها را فرا میگیرد؟ تشکر، سلامت باشین از اینکه به روزنامه معروف و معتبر جمهوریت ما را دعوت کردین. قبلا من 30مین سال جشن استقلال جمهوری تاجیکستان به شما، به ملت عزیز تاجیکستان، به اهل ضیا و روشنفکران تاجیکستان تبریک میگم. خب به هر حال ما هم چون که سالهای زیاد در این کشور زندگی کردیم، نان و نمک خوردیم، بالاخره یک مسئولیت تاریخی، فرهنگی، همزبانی، همسایگی و یک دین ملی و معنوی وجدانی بر دوش ما بود که ما هم باید در این جشن سهم معنوی و فرهنگی خود را بگذاریم. خب قبلا هم سالهای قبل ما تقریبا در هر جشن و مراسم های فرهنگی و یادبود شخصیت های مشترک کارهای کردیم، آثار را آماده کردیم، چاپ کردیم به خط سیریلیک و نیاکان. و امسال گفتیم یک کار متفاوت انجام بدیم، یک کاری که هم یک تحفه خوب هنری فرهنگی برای خوانندگان تاجیکستان باشد، هم برای همزبانان شما، هم برای کشورهای خارجی که با زبان انگلیسی آشنایی دارند برای اونا. به این خاطر ما این البوم آماده کردیم تحت عنوان تاجیکستان دیروز امروز، که تقریبا در این البوم یعنی از 80 100 سال بعد و تصاویر بسیار زیبای ارشیفی و چهره ها و شخصیت های بزرگ فرهنگی تاجیکستان را جابجا وارد کردیم در این کتاب. مکان های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان، همچنان جشن ها و مراسم و سنت های نوروز تاجیکستان و صورت های جناب عالی با پرزیدنت های کشورهای دیگر. همینطور چیزهای زیادی در این کتاب وارد شده است که یک تحفه میتونه برای دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم باشد و همچنان برای سیاحان و جانگردان خارجی. تقریبا بیشتر از 450 صورت در این کتاب وارد شده است. امیدواریم که بتواند یک ارمغان خوب برای خوانندگان و دوستان تاجیک ما باشد. یک ویژگی کتاب در آن است که کتاب با خطهای کریلی، فارسی یعنی با خط نیاگان و زبان انگلیسی روی چاپ آمد. و نه تنها برای سیاحان، جهانگردانی که به تاجیکستان می‌آیند و از تاجیکستان می‌خواهند ارمغان با خود داشته باشند که وقتی برگشتن به کشور خود از تاجیکستان یک ارمغان مثل یک معرفی کرده باشند تاجیکستان، این کتاب یارمندی میکند. بلکه این کتاب از آن جهت خاطرمان است که به خود این نسل جوان ما از تاریخ و تمدن میگوید. چون عکس های خیلی که گفتند، چون به تأسیس تاجیکستان شوروی که قریب به نزدیک 100 سال پر می شود، تاریخ قریب یک عصره تاجیکستان معاصر را در اینجا از ارشیف، از خزینه های گوناگون استاد دریافتند، کافتند، یافتند و اینجا جا کردند. تا جایی که آگاهم این 30مین کتاب شما است که در دوام بیشتر از 25 سالی اون روزگارتان در تاجیکستان که میگذرد برای فرهنگ تاجیکستان بیشتر از 30 کتاب انتشار داده. این کتاب شما که بیشتر تصویری از تصویرها را فرا میگیرد و درباره کتاب‌های دیگرتان کمی حرف می‌زدید و میگفتید که عموما چاپ این کتاب‌ها را شما از کدام حساب راه اندازی میکنید؟ خب
امسال خوشبختانه 30مین سال اقامت منم در شهر زیبای دوشنبه است. البته در طول 30 سال رفت آمد داشتیم، در جاهای دیگر رفت آمد داشتیم، ولی مسکن و اقامت دائمی و مرغ دلمان در این شهر زیباست، در میان مردم باصفا و میهمان نواز شماست. خب قبل از این ما کتاب‌های زیاد، تقریبا هر سال یک جشن برازنده، جشن‌های با شکوه ملی و فرهنگی که در تاجیکستان راجع به شخصیت‌ها، راجع به تاریخ، تمدن و ادبیات که در تاجیکستان برگزار می‌شد، ما هم به سهم خود کارهای انجام دادیم، چیزهایی را چاپ کردیم و من امسال 25مین سال فعالیت کتابخانه استاد خلیلی در شهر دوشنبه است و بیشتر از 25 سال من در اکادمی علوم تاجیکستان کار کردم، همکاری کردم. سالهای زیاد در اتفاق نویسندگان بودیم، اونجا با شاعران ادیبان خوبی تاجیک ما همکاری خوبی داشتیم، محفل‌ها، سمینارها برگزار کردیم. قبل از این من کتابایی که چاپ کردیم، مثلا کتاب افکار و روزگار امام اعظم از نگاه محققان است که به جشن 1302مین سال اون بزرگمرد فقیه متفکر و پیشوای جهان اسلام چاپ کردیم که جشن بسیار بزرگشون در تاجیکستان برگزار شد. کتاب احوال آثار رودکی اثر مرحوم سید نفیسی است در حجم 1000 صفحه که اون به جشن 1150 سالگی رودکی اولین بار به خط سریلیک آماده کردیم، چاپ کردیم که خوشبختانه و کتاب از طرف جناب عالی به جایزه رودکی پیشنهاد شد. کتاب‌های گلچین اشعار استاد ترسن‌زاده را به خط سریلیک نیاکان چاپ کردیم. ارمغان نوروز از رودکی تا امروز چاپ کردیم. احوال آثار میر سید علی همدانی را به جشن 700 سالگی همدانی چاپ کردیم. کتاب جامی را چاپ کردیم. به همین ترتیب کتاب‌های زیادی تا امروز چاپ شده. در مورد بامیان، در مورد دیگر شخصیت‌های بزرگ تاجیک، همینطور همکاری‌های مشترک با دانشمندان و ادیبای تاجیک داشتیم. دیگه امسال گفتیم که چون جشن بسیار بزرگ و با شکوه است، یک چیزی تصویری و زیبا به چاپ برسد که جوان‌ها و دانش آموزان امروز بیشتر علاقه‌مند شوند به کتاب، به شخصیت‌هاشون. از ویژگی‌های دیگری کتاب این است که ما به علاوه دانشمندان و چهره‌های معروف و مطرح تاجیکستان در عرصه‌های گوناگون، شخصیت‌هایی که به تاجیکستان رفت آمد داشتند، آثار تعریف کردند، علاقه‌مندی داشتند، سفرهای داشتند، اون دانشمندان هم عکس‌هایشون را در کتاب وارد کردیم، مثل یرجبچکا، مثل دانشمندایی از افغانستان، تاجیکستان، ایران، ترکیه، هندوستان، اروپا، آمریکا که در کتاب شما با تصاویر آنها آشنا میشین. در معرفی بعضی از کتاب‌های شما ما هم اشتراک داشتیم. ما می‌دونیم که چندین کتاب شما با پیام تبریکی پیشوای ملت چاپ می‌شد. یعنی از ابتکارات فرهنگی شما خود پیشوای ملت تاجیکستان آگاه هم هستند. ما می‌خوایم در این زمینه چند حرف گفته باشید در مورد آنه که چون از نام کتاب شما برمی‌آید تاجیکستان دیروز و امروز، یعنی در تاجیکستان صاحب استقلال که دیروز صاحب استقلال شد و زود به دامنش چنگ جنگ رسید و بعدا تاجیکستان چگونه خودش را با سرورید امام علی رحمان ساخت، خیلی اندیشه‌های مفید هم در داخل کتاب دارید. می‌خواستیم در این مورد کمی صحبت کنیم. تشکر. ما خب به علاوه تصاویر اونجا در چند بخش تصاویر و مقدمه در این زمینه اشارات داشتیم. یعنی 100 سال تاریخ و تحولات تاجیکستان یک نگاه فشرده انداختیم و همچنان 30 سال خاطرات فشرده من از تحولات تاجیکستان است در این کتاب که ما جزء نخستین شاهدان روزهای سخت و سنگین دولت و ملت عزیز تاجیک بودیم. می‌دانستیم که چگونه روزهای دشوار این ملت و این دولت با رهبری جناب عالی محترم امام علی رحمان پشت سر گذاشتند. یعنی از 7 دریای خون و آتش گذر کردند تا به امروز صلح و امنیت و آبادی و آرامی رسیدند. در متن کتاب من اشاره کردم نکاتی را که ما اشاره کردیم. یک دوره بود که بسیار جوانای امروز یا تولد نشده بودند یا هنوز به رشد و کمالات معنوی، فیزیکی و فکری نرسیده بودند. نمیدانستند که این ملت چگونه از این مشکلات ها بیرون آمد، چگونه رهبری دولت شب روز کار کرد، تلاش کرد، سفرهای بسیار پرخطری داشت در تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان تا بتواند این ملت را سرجم کند. روزهای بینانی، روزهایی که ماشین نبود، روزهایی که کارمندان معاش نداشتند، ولی این ملت هم ملت صبور است که در کنار رهبر دولت باوری داشتند، ایمان داشتند، استقامت کردند، استواری کردند، از سیاست‌های رهبری دولت حمایت کردند و خوشبختانه رهبرم رهبری واقعا وطن دوست، مردم دوست و فرهنگ دوست بود که با یک دل و نیت پاک و یک هدف و آرمان بزرگ ملی کار کردن، تلاش کردن تا امروز نتیجه آن را ما در سطح داخل و بیرون شاهد هستیم، نتایج مثبت و چشمگیر آن را.
در متن کتاب اشارات زیادی کردیم در این مورد به سالهای دشوار تاجیکستان و موفقیت‌هایی که امروز دارد. در نهایت میگفتید که معرفی کتاب یعنی رونمایی کتاب در کجا و کی به نقشه گرفته شده است؟ سلامت باشین. قبلا اینم اشاره میکنیم چرا ما این کتاب ها را چاپ میکنیم و ما هم میخوایم در جشن‌ها و رویدادهای مهم و ارزشمند تاجیکستان سهم خود را بگذاریم. با آن لحاظ که ما تاریخ و زبان و فرهنگ مشترک داریم، چنانکه در کتاب اشاره کردیم ما فرزندان دو ساحل هستیم که موسیقی دریای آمو مثل لالایی مادر به گوش فرزندان دو ساحل نواخته می شود و از جانب دیگر جناب علی شخصیتی هستند که همیشه توجه و نگاه مثبت و معنوی و دلسوزانه به افغانستان، به مردم، به کشور ما داشته و دارند. به همین لحاظ ما هم به پاس اخلاص ارادتی که به این دولت ملت و به شخصشان داریم چون این کارهایی را انجام میدیم که حداقل دین معنوی و نان نمک ما هم ادا شود. و ما در نظر داریم که هفته 9 جمعه آینده به تاریخ 29 اکتبر ساعت 3 در آثارخانه ملی تاجیکستان محفل رونمایی این کتاب برگزار می شود و دانشمندان میمانان داخل و خارج اونجا میاین صحبت میکنن. برنامه‌های فرهنگی و هنری اونجا انجام می شود و نمایشگاه عکس هم میگذاریم. ما خیلی دوست داریم، علاقمند هستیم که حتما خبرنگاران موفق روزنامه معرفی جمهوریت بیارن، گزارش بدن و انعکاس بدن ارزش و اهمیت این کتاب در داخل در بیرون. امیدوار هستیم که تشریف بیارین و تشکر زیاد از اینکه دعوت کردین ما را به این روزنامه بسیار معروف و معتبرتان. بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت، این یک برنامه مختصری ما بود در مورد معرفی همین کتاب نازنین که از تاریخ و تمدن کشوری ما حرف میزند. وقتی که کتاب پر رونمایی شد و به کتابخانه‌های مرکزی جمهوری تاجیکستان راه یافت، حتما ورق زنید و از تاریخ و تحولاتی که در این 100 سال اخیر در تاجیکستان رخ داد توسط عکس‌ها و نوشته‌های کوتاه درک یابید. سلامت و سربلند باشید.